دستان که بزرگتر و داناتر بود وقتی از پیش شیر برگشت اومد پشت پنجره زندان و به دادمه گفت دوست عزیز، حالا تو گرفتار شدی و من نیومدم به تو زخم زبون بزنم و با سرزنش قصت رو چند برابر کنم، اما این گرفتاریان نتیجه کم حوصله بودن و بدزبانی خودته. حرفای منو نشنیدی و دوباره رازی که گذشته بود ازش به زبون آوردی و بدگویی کردی، آخرش هم اینطور شد. اگه صبور بودی و خون سرد بودی، اگه ناگهان عصبانی نمی شدی و جواب منو با آرامش می دادی، کار به اینجا نمی رسید. حرفای زشت زدی و شیر از تو رنجید و ناراحت شد. حالا اومدم با هم دیگه فکری بکنیم. دادمه گفت دستان، میدونم که تو خیر منو میخوای، اما امروز بخت از من روشو برگردونده. اون خندیدن و اون حرف زشت، به خاطر اینکه امروز من بد آوردم. کلا امروز شانس با من نیست. اصلا بعضی از روزا برای کسی بد میاد، بعضی روزا خوب. امروز روز بدی آوردن منه دیگه. خوبه امروز بری و فردا بیای با هم صحبت کنیم. شاید فردا دوباره بخت با من یار باشه و چاره‌ای بشه کرد. دستان گفت این حرفا چیه میزنی؟ همه چرنده. بخت و شانس و بدبیاری و این چیزا اصلا معنی نداره. کار دنیا حساب داره و هر کاری که با همه شرایط اون درست انجام ندی نتیجهش بد میشه. اون وقت گناهشو نباید به گردن بخت و اقبال و شانس بندازیم. حیوان عاقل باید گناه خودشو قبول کنه، باید عیب خودشو بشناسه و اونو درمان بکنه. همه روزای دنیا مثل همن. روز بد، خوب، ساعت بد، ساعت خوب، اینا هیچ کدوم معنی نداره. همه روزا و ساعتا برای کار خوب خوبه و تمام روزا و ساعتا برای انجام کار بد بده. همین. حالا میگی چی کار باید بکنم؟ به عقیده من وقتی کسی اشتباهی میکنه هیچ راه علاجی بهتر از این نیست که بره و به اشتباه خودش اعتراف بکنه و تقاضای بخشش بکنه. همین. این یک رنگی و راستی رو همه میپسندن و بزرگان هم همین که بدونن کسی به راستی از کار بدی پشیمون شده اونو میبخشن. اگر تو حاضری خودت همین حرف رو به من بزنی، من میرم پیش شیر و همین ماجرا رو براش میگم و ضمانت میکنم و از شیر میخوام که تو رو ببخشه. همین دیگه. آره من قصد بدی نداشتم. اگه با ادب بودم و زبون خودم رو نگه میداشتم به اینجا نمیرسیدم. حالا به تو وکالت میدم، از قول من هرچی میدونی برو بگو دیگه. ممنونم ازت. دستان رفت به سمت منزل شیر. موقعی رسید که شیر با صدر اعظم خودش خرس مشغول گفت و شنید بودند و خرس هم با اینکه خیلی نسبت به دوتا شغال حسود بود در پی یه بهانه‌ای برای بدنام کردن اونها بود، ولی هنوز از زندانی شدن دادمه خبر نداشت. وقتی دستان وارد شد و دید خرس هم هست نمیدونست چی کار کنه. آیا بهتر بود در حضور خرس حرف بزنه یا اگر شیر تنها باشه؟ شغال پیش خودش فکر کرد که از دو حالت خارج نیست، یا خرس دوستشونه یا دشمن. اگه دوست باشه که در حضورش بگم بهتره و ممکنه کمکی هم بهشون بکنه. اگر هم دوست نباشه باز هم بهتره حرف خودشو با حضور اون بزنم، چون اگه بخواد خود شیرینی بکنه میتونم جوابی بهش بدم و اگه هم خاموش بمونه بعد نمیتونه حرفی بزنه و آتش خشم و غضب شیر رو تندتر کنه. ولی اگه به تنهایی با شیر حرف بزنم عاقبت خرس هم میفهمه و وقتی من اینجا نیستم ممکنه چیزایی بگه و شیر رو بیشتر بدبینی بکنه. پس در هر حال
سخن بی پرده گفتن بهتر است و زیر پرده کار کردن از گمراهی است. این بود که تصمیم میگیره همونجا بره حرفشو بزنه. بعد از اجازه سخن گرفت، شیر رو دعا کرد و گفت ای حاکم با انصاف، الان از پشت دیوار زندان عبور میکردم و دیدم که دادمه داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت این قصه رو چگونه میتونم بر دوش خودم بکشم که هرگز به کسی بدی نکردم و بد کسی رو نخواستم. یه عمر همنشین شاه بودم و حالا با گفتن یک کلمه حرف زشت روزگارم سیاه شد و میخوام زبان خودم رو داغ بکنم تا دیگه زبون درازی نکنم. حالا ای شیر بزرگ، اومدم و تقاضای عفو و بخشش دارم. درسته گناهکاره، اما وقتی گناهکار پشیمون بشه، اگه بخشیده بشه بیشتر شرمنده میشه. و چون همه حیوانات هم دادمه رو حیوان بی آزار و خوبی میدونن، اگه بخشیده بشه دشمنام نمیتونن بگن که شیر زیر دستای خودشو به خاطر یه حرف نابود میکنه. و بهترین چیزها برای حاکم بزرگ خوشنامیه. حالا صلاح کار رو خودتون بهتر میدونید. شیر پس از شنیدن این حرفا فهمید که دستان داره راست میگه و پیش خودش فکر کرد حیوان که فرشته آسمان نیست، همه آدما گناهکارن و باز این دوتا شغال خیرخواهتر و راستگوتر از بقیه‌اند. شیر هنوز جوابی نداده بود و سر خودش پایین بود و در فکر فرو رفته بود. خرس وقتی شیر رو در این حالت دید با خودش گفت ممکنه اکنون شیر دادمه رو ببخشه و برای بدنام کردن شغال‌ها دیگه فرصتی بهتر از این به دست نیاد. خوبه که حالا اینو که دیدم بیام اینو رسوا کنم تا بعد نوبت به اون یکی برسه. این بود که گفت این شیر بزرگوار، من نمیدونم دادمه امروز چه کرده، اما این رو میدونم که دستان باهوشتره و دادمه حیوان بدجنسیه که لیاقت همنشینی حاکم بزرگ رو نداره. من همیشه در چشمای دادمه آثار بدجنسی رو میدیدم و حالا معلوم میشه که باطن خودش رو نشون داده و حالا به زندان افتاده و کینه هم که پیدا کرده، دیگه بخشیدنش کار درستی نیست. دادمه تا حالا هم خطرناک بوده، اما حالا درست شده مثل پلنگ و مار زخمی که باید یک باره اونو نیست و نابود کرد تا دشمنان حساب کار خودشونو بکنن و بدونن که حاکم بزرگ فریب زبون بازی و چاپلوسی رو نمیخوره. و بعد رو کرد به دستان و گفت ای دستان، از تو همین انتظار رو نداشتم که بیایی و گناه دادمه رو کوچیک بشماری و برای بخشش اون میانجیگری بکنی، چون تو میدونی که دادمه گناه کرده و اگه به سزای گناهش نرسه پررو میشه و دیگرونم در بد کردنش جرأت پیدا میکنن و این خیانتی که تو میخوای بخشش اونو طلب کنی. من عقیده دارم دادمه رو باید کشت، اونو باید دار زد و زمین رو از خون کثیفش رنگین باید کرد. دستان گفت خرس، من نمیگم که دادمه گناه نداره، اما گناه داریم تا گناه. دادمه کسی رو نکشته، مال کسی رو به ناحق نبرده و خیانتی نکرده که سزاوار مرگ و زندان باشه. گناه اون گناه کوچیکیه، اون هم از روی بدخواهی نبوده. پس بخشش رو کجا باید به کار برد و دوست رو چگونه باید نگه داشت؟ تو میگی یک اشتباه کوچک رو نباید بخشید؟ مردم همه فرشته آسمونی نیستن، هر کسی یک گناهی داره، بس همه رو باید بکشیم دیگه، همه رو باید به زندان بندازیم و اونقدر سختگیری بکنیم تا همه دوستان برنجن و دشمن بشن. آیا این خیانت نیست؟ بس چطور زندگی باید کرد؟ آیا تو هرگز اشتباه نمی کنی؟ همین الان به نظر خودت در این رفتار یک هدفی نبوده؟ حسادتی تو این کارت نبوده؟ خرس وقتی این حرفا رو میشنوه یه قدری نرم میشه و فهمید که با یه شغال باهوش نمیتونه همینجوری حرف بزنه.
همین خاطر یه ذره حرف خودش رو تغییر داد و گفت مقصود من اینه که باید احتیاط کرد، مبادا دادمه بعد از این حیله‌ای به کار ببره و دشمنی بکنه، چون من میدونین تو کتابا خوندم که سلطان باید از چند جور مردم پرهیز کنه و از بدخواهی اونها تعجب نکنه. یکیش کسیه که به زندان افتاده و کینه پیدا کرده، و دیگری کسیه که با دشمن اون دوسته، و دیگری هم کسیه که بسیار خدمت کرده ولی پاداشی دریافت نکرده، یا کسی که گناه کرده و مکافاتشو ندیده باشه. دیگه کسیه که راز دوستشو نگه نداره و اون رو به دیگران بگه، و من میترسم که دادمه یکی از همین افراد باشه و از این بدتر نمیشه قربان. دستان سری گفت اون چه من میدونم دادمه همیشه خدمت کرده و پاداش گرفته و با دشمنای حاکم اصلا دوست نیست و سودی هم در زیان دیدن شاهمون نداره. حالا خودش هم میدونه که اشتباه کرده و افتاده به زندان، بنابراین بهتره که تو هم سعی نکنی که جون اون به خطر بیفته، چون اون بدتر از دیگران نیست، بهتر از اونام نیست. شیر که تا این موقع تو فکر خودش بود و اصلا حرفی نمیزد، همین موقع سرشو بلند کرد و گفت خب حالا امروز برید تا من درباره این موضوع به خودم یه فکری بکنم و صلاح کار رو ببینم چیه. فردا بیاید اینجا تا نتیجه